بعد از شهر راکون خانه سیدش داشتم میگفتم ما تو شهر راکون سیتی تنها بودیم. مستر ایکس اومد یوگو استارز. گفتم استارز که مال نمسیس گلابی، بیا اینجا ببینم یه کله تو صورتش بی آخه ما رو نمود بیچاره زن و بچه‌ت. این روش رفت دیگه ولش کن خیته. اینم حالا یه تایرنت بیازار دلم برای سوخت. دوست عزیز منو نمودی دارم میگم دختره رو میشناسی یا نه؟ چرا گیر دادی به من میگی شما؟ میشناسمش. دختره رو دزدیدنش آوردن اینجا. یه اسکلی هم قراره نجاتش بده. حالا شما همون اسکلم. ممنون. کلاغه اینجا سرما خوردم. اشلی کجاست دراز؟ بینم اشلی تویی؟ اشلی رو پیدا کردم اما یک کاش پیدا نمی‌کرد. یک ساعت با این خر من سر کردم. چی میخوای غریبه؟ شیاف زکی این گلدونا معمولا لوت خوبی توشونه. زکی دقیقا زیر پشکل. حضرتان تکان نخورید. تو کی هستی؟ اشلی مستقیم از اون در برو بیرون. زود باش بابا. مستقیم بابا. بابات به این سن چجوری دوره رسونده؟ ایده یا میگی چرا اون مردو کشتی یا میگی چطور از نسخه دوم زنده موندی. گزینه سوم. واه این الان باز شروع میکنه. ای تو روح دیدا لکه که بازم دارم میاد. دفعه شو آسر همین جست ببرینش. اوه این کی منو گرفت؟ خدایا به کدوم این گناه؟ این هم که هیچ وقت یاد نمیگیره. سلام داشکرات. ببخشید دیالوگ تو رو گفتن؟ خب دختر کوچولو تو تحت اختیار منه. یه واسطه کمتر سود بیشتر. حالا من تو رو میبرم پیش اربابم. خب خانم اشلی تو برو بیرون. بله ارباب صدلر. تحت هیچ شرایطی دیگه از من فرار نکن دختر.